سلام، خیلی خوش اومدید به داستان دیزاین 29. امروز افتخار میزبانی از آقای توماج یوسفی رو داریم، طراح محصول در حوزه بازی‌های ویدیویی و اسباب بازی. و امیدوارم که نشست امروز براتون مفید و الهام بخش باشه و در ادامه از جناب یوسفی دعوت میکنم که نشست رو شروع کنن و هر بخش از مسیر و تجربه که مناسب میدونن رو با ما اشتراک بذارن. درود بر شما، درود بر همگی. تشکر بابت وقتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم مطالب مفید باشه. من خیلی سعی کردم یه پاورپوینتی برای قضیه درست کنم، دیدم خب هرچی دارم جلو میرم انگار هیتلر داره پاورپوینت درست میکنه، یعنی که همش عصبانی و خیلی ناگوار پیش میرم. ترجیحاً گفتم به صورت گفتمانی جلوش ببرم خیلی بهتره و سعی کردم چون مطالب بیشتر مطالعات پایلت هست، مطالعات پایه هست و حالا تو زمینه برخوردهایی که من با کودکان داشتم برای حالا مطالعاتی که یکی از پروژه‌های مربوط به علم و صنعت میشد و حالا بحث بازی و اسباب بازی، مطالعاتم خیلی اجتماعی، زیاد به طراحی ربط پیدا نمیکنه، ولی سعی کردم با مثال‌های طراحی همراهش بکنم که بتونه مفیدتر باشه، شاید برای دوستان حال و حوصله سربر نشه، بهتر پیش بره و یه مطالبی هم در رابطه با تئوری طراحی یاد بگیریم. این شیوهیه که حالا من پیش گرفتم و دارم تصویر رو هم داشته باشید. من فهرست بندی که کردم چند تا بخش رو از پیش تعیین کردم. یه مقدمه ای رو راجبش صحبت میکنیم و به چند پرده تقسیم کردم بحثمونو. حالا راجب محصول خونه، اون چیزی که حالا من بهش میگم فرزند، اون فرزندی که تولید میشه، در واقع طراح آینده و اینکه طراح آینده توی چه محیطی ساخته میشه خیلی مهمه، چون روی بقاش تو ایران در زمینه طراحی تاثیر خیلی زیادی میذاره. و بعد راجع به پرده دوم صحبت میکنیم، خانه دوم، اون چیزی که بهش میگیم مدرسه، و راجع به افتضاح بودن باز آمد بوی ماه مدرسه صحبت میکنیم یکم. پرده سوم راجع به چرخ گوشت دانشگاه است و تولید همبرگر 30% از بچه‌هایی که تو مدرسه تولید شدن. و پرده چهارم راجع به بازاره، بازار، اون چیزی که بهش میگن بازار زارت و زور و زرت و زار و همه چی. و در انتها به راه حل میپردازیم که حالا با این مصیبت هایی که ما تو بقا تو ایران داریم چه راه حلی داریم که بتونیم ازش خارج بشیم و بتونیم مشکلاتش رو حل بکنیم. این مطالبیه که من همراهش کردم، چون میگم چون مباحث بیشتر اجتماعی و دغدغه‌های خودم هست، بلاهایی که سرم اومده، پژوهشایی که کردم، یکم با طراحی صنعتی همراهش کردم، با تئوری طراحی همراهش کردم که بتونه جا بیفته برای دوستان. بریم از مقدمه شروع کنیم. من فکر می‌کنم سریع بریم سراغ اصل مطلب. من دیگه اون قسمت فرمالیته معرفی و اینا رو گذاشتم کنار و اندازه کافی پوستر فکر کنم بیانگر تمام مطالب باشه. برای همین میرم سراغ مقدمه و اینکه شاید از اون متنی که با هم دیگه صحبت کردیم شروع بکنیم بد نیست. اینکه طراحی صنعتی واقعا بی همه چیز ترین رشته جغرافیای ایرانه، رشته که با ترور شخصیت تو خانواده شروع میشه، با مهندسی مغز تو مدرسه ادامه پیدا میکنه و با رویا فروشی در دانشگاه پایدار میشه و با رنگ صورتی محصول و سلیقه دوست دختر کارفرما در غیاب زن رسمیش به پایان میرسه. هدفم تو این سخنرانی اینه که حالا چرا اینجوری شد، این رو صحبت کنیم که چرا این شکلی شد، چرا مثل جاهای دیگه نیستیم، چی شد که اصلا این پیش اومد و حالا چه کار باید راجبش بکنیم. قصدم اینه که یه نگاه جامع داشته باشم به تمام پدیده هایی که تو طول عمر یه طراح اتفاق میفته توی کشور عزیزمون و کاراکتر یه طراح رو میسازه. خب پدیده هایی که با سوالات مکرر جامعه طراحی همخونی میکنه، یعنی که سوالات این چنینی که اکثر دانشجوها و اکثر کسایی که توی زمانی که دانشجو بودن این سوال رو حمل میکردن با خودشون، اینکه من قراره چی بشم تو این رشته، پایانش به کجا میرسه، سوالات هویتی یا سوالاتی که بر اساس سواده، اینکه نمیدونم چه گرایشی رو انتخاب کنم، یا سوالاتی که بر پایه تخصص آخر نفهمیدیم طراحی چی شد و قراره به کجا برسیم.
اینا با هم دیگه مچن، یعنی که پدیده ها رو که نگاه میکنی که چه اتفاقی داره برای طراح توی خانواده، مدرسه و دانشگاه، بازار کار میفته، میبینی که کاملا با این سوالات جور در میاد و اصولا یک همچین پدیده هایی با یک همچین ساختارهایی، ساختار مدرسه‌مون، دانشگاهمون، باید همچین سوالاتی رو تولید میکرد. اگه تولید نمیکرد خیلی که نقطه شروع کار من هست، مبحث طراح در خانواده است. یعنی خانواده‌ای که طراح رو تولید میکنه، محصول خانواده اون پرده اول ما خواهد شد. به قول یکی از بچه‌ها، فرایند از موز اکواتور تا تولید و تولد طراح. حالا من توی ریسرچ هم، چون خیلی دوست دارم آمارها رو جمع بکنم ببینم چه اتفاقایی افتاده، حالا به درگاه آمار سر میزنم، به ثبت احوال سر میزنم، همینجوری این ور اون میپلکم ببینم که واقعا دیتا ها چی و داده ها چه چیزهایی رو دارن میگن و بیان میکنن. یکم توی این داده ها مثلا شاید برخورد ایدئولوژیک وجود داشته باشه، ولی چیزای بدی نیستن. همینجوری که داشتم میگشتم برخوردم به یک مناظره خیلی قدیمی توی مجموعه آزاد که در رابطه با اینترنت، کنش سیاسی و حالا نسل زد بود. تو این مناظره حتما برید نگاه کنید، مجموعه آزاد و مناظره آقای دکتر شاه قاسمی و اگه اشتباه نکنم خانم ادهم، چون فامیلش سخته، من دیدم ولی مطمئن نیستم فامیلش رو درست طرف بیان کرد، ولی خب ادهم بیان کرد. این مناظره اگه برید نگاه بکنید، آقای شاه حسینی، دکتر شاه حسینی، یک نقل قول تاریخی رو اونجا بیان میکنه، یک نقل قول خیلی عجیب و فکر برانگیز. من کلمه به کلمه اون چیزایی که شنیدم رو قشنگ نوشتم که بهتون بگم. آقای شاه حسینی میگه که هیچ وقت، نقل قول میکنم، هیچ وقت در طول تاریخ ما همچین نسل نوجوان احمقی نداشتیم، هرگز هرگز و نقطه. اینجا دیگه نقل قولش تموم میشه. حتما برید قبل و بعدش رو ببینید چون خیلی مهمه. ولی من اون جمله‌ای رو که نیاز داشتم برداشتم تا بتونم بحثمو پیش ببرم. حالا آیا اینکه واژه احمق واقعا واژه درستیه یا اصطلاحات علمی من نمیدونم، تو لباسشویی انداختم بهشون آب کشیدن که حالا واژه احمق تازه یک واژه علمیه، اینو کاری ندارم. اونم کاری ندارم که حالا آقای دکتر شاه قاسمی یه جوری پشت مدرک علمیش قایم میشه تا بتونه یک حرف عامی رو به مخاطب بزنه و از مدرکش به عنوان یه سپر استفاده میکنه جلوی مخاطب. اونم میذارم کنار، ولی کل این جمله دارای مغالطات خیلی زیادیه، مغلطه داره و من از مغلطه آخر میخوام برم وارد خانواده بشم و بعد بگم که این کاراکتر طراح چجوری شکل میگیره. شاید برای بچه‌ای که طراحی بازی یا اسباب بازی بکنن خیلی به درد بخور باشه، ولی در کل اون شکل گرفتن طراح رو هم تو این مغالطات من میتونم بهش پاسخ بدم که چجوری شکل میگیره و اصلا چه انتظاری دارید، که میشه ازش انتظاری داشت یا نه. یکی از این مغلطه هایی که تو این جمله هست شاید مغلطه علت جعلیه. ببینید تو مغلطه علت جعلی ما داریم یه دو تا پدیده که همزمان میشن، این دو تا پدیده رو چون همزمان شدن علت و معلول هم میکنیم. اینجوری نیست. خب مگه بچهای ما، بچه‌هایی که توی خانواده هستن، کمبود خواب ندارن؟ مگه تغذیه نامناسب ندارن؟ مگه سیستم آموزشی نامناسب نیست؟ مگه دانشگاه با بدترین شکلش نیست؟ ببینید نمیشه همه چیز رو انداخت روی اینترنت، یعنی این فرار از موضوع، این یک علت در واقع جعلیه. مغلطه بعدی تعریف مبهمشه. من نمیدونم احمق اصلا یعنی چی. یعنی اینکه منظورتون کاهش ضریب هوشه، کاهش تمرکز، عدم توانایی تو حل مسئله است، داشتن یه اطلاعات خاصه، نداشتن یه اطلاعات خاصه، داشتن یه اطلاعات متفاوته. اصلا احمق یعنی چی؟ یعنی که باید تعاریف باید واضح باشن، بشه ازشون نتیجه مثمر ثمر گرفت، استدلال درست کرد. مقالطه بعدی این جمله تعمیم شتاب زدشه که آیا خب اوکی، خیلی هم احمق نشدن، یه عده برنامه نویسی یاد گرفتن، یه عده کتابخونه‌های بزرگ رو رفتن، یه عده زبان خارجی یاد گرفتن. این بالانسش چجوریه؟ چند در تناسبش چجوریه؟ آیا تناسبش اونجوری هست که کلمه احمق رو نسبت بدیم که با اینکه کلمه مبهمیه و
دچار مغالطه هستیم. مغلطه بعدیش شاید کثیف‌ترین نوع مغلطه باشه، دستکاری احساسات. ما میدونیم تمام پدرها و مادرها که طراح‌های آینده زیر نظر اونا دارن بزرگ میشن زخم خوردن و میدونیم نگرانن، انگشتمون رو خیز میکنیم داخل نمک، این زخم کجاست، انگشت رو میکنیم دقیقاً همون تو. یعنی که با احساسات طرف بازی، این واقعا عجیب ترین کاریه که میشه کرد. بعدیش این جمله باز مغلطه علی داره، یعنی که خب یعنی که تقلیل گرایانه است، خیلی کوچیکش میکنیم. گفتم اون تو مغلطه بالاتر گفتم خیلی عامل های دیگه هست، ژنتیک، تغذیه، خواب، تحرک، روابط عاطفی، ساختار آموزشی، استرس، جنگ لامصب، همه اینا هستن. و اینه که همه اینا رو کاملا میذاری جلو و یه عامل رو به عنوان اینترنت در نظر میگیری که باعث شده که جوانهای ما احمق بشه. شاید خیلی عجیب غریب باشه. و مغلطه آخر که من از اینجا میخوام برم تو خانواده و بگم سر طراح آینده چه بلایی میاد. مغلطه بتسازی به طور معکوس، البته صورت معکوسشه. بتسازی یعنی چی؟ یعنی که من بگم که خب یه چاقوی دستمو برید، تقصیر این چاقو است. چرا تیزی؟ یعنی به اشیایی که هیچی ندارن جان بدید و بعد تقصیرم گردنشون بندازید و بگی که این تقصیر اینه. اینترنت این کار، اینترنت میگه دهن داره، میگه معده داره، میگه روده داره، میگه باسن داره، میگه دست داره که حالا ملیم بخوره بعد رندر بگیره از جوانای ما که نتیجهش بشه حالا اون چیزی که شما داری میگی. احمق شدن نسل جدید نتیجه، بذارید منم عامیانه بگم، بیشرفی نسل قبلیه. چون تمام نهادها، تمام منابع، تمام ساختارها به طور کلی دست نسل قبلی بوده، کامل دست نسل قبلی بوده. و برعکس اینترنت، نسل قبلی هم دهن داره، هم معده داره، هم روده داره، هم باسن داره، هم دست داره. بذارید از بحث نسل قبلی که همه چیز در دستش بوده و خیلی المان ها داره که تاثیرگذار باشه، مثل اینترنت بیجان نیست، وارد خانواده ها بشیم و ببینیم توی نهاد خانواده چه اتفاقی داره میفته. بذارید با مثال های طراحی صنعتی همراه بشیم، شاید یکم ملموس‌تر بکنه قضیه رو و ما بتونیم راحت تر پیش بریم. برگردیم به علوم پایه طراحی، مبانی طراحی. ما تو طراحی یه چیزی رو درس میدیم به اسم پدیده ها و سیستم پدیده. اصولاً توی طراحی شما بین هر دو پدیده‌ای وقتی اختلاف سطح درست میکنی، یه چیزی درست میشه به اسم جریان. ما طراحا چون آدمای تیزی هستیم جریان رو پیدا میکنیم و میریم سوار اون جریان میشیم و ازش بهره برداری میکنیم، یا خودمون بهره برداری میکنیم یا یه سری آبجکت محصول میسازیم که این بهره برداری رو عملیاتی میکنن. مثال سادهش سده، مثال سادهش مثلا روده. وقتی اختلاف سطح به وجود میاد و رود جریان پیدا میکنه، شاید اونجایی که شما هستید ماهی توپل مپل نداشته باشه، اون توپل مپل ها بالا میان از اینجا رد میشن و شما بهره مند میشی، خودت داری بهره مند میشی. یا اینکه سد میزنی روش، و یه سد میزنی روش، از محباتش، از مثلا انرژیش، از ذخیره آبش، از همه اینا سود میبری. بماند که این اختلاف سطح رو چجوری به وجود آوردی، مثبت یا منفی، این جریانه رو چجوری ازش استفاده میکنی، مثبت یا منفی، اون محصوله چه عواقبی داره، پایدار یا پایدار نیست، اینا بماند. من راجع به اینا فعلا صحبت میکنم که اینا هم خب مسائل خیلی مهمی هستند. ولی خانواده هم همین، دقیقاً ما تو خانواده هم همین رو داریم و تو خانواده یکم پیچیده تر میشه. یعنی وقتی توی خانواده شما اختلاف سطح درست میکنی، جریان به صورت مناقشه خودش رو نشون میده، مناقشه‌ای که داره طراح آینده رو میسازه. نوع این مناقشه خیلی مهمه. اینکه چه دستکاری کردیم هم مهمه. مهمترین دستکاری که ما کردیم به طور تاریخی توی خانواده اینه که نقش زن رو
بیش از هزاران سال ما دستکاری کردیم و یک اختلاف سطحی به وجود آوردیم که این اختلاف سطح قابل توجهه و نمیگم مثبت و منفی، راجع به اون صحبت نمیکنم، ولی این اختلاف سطحی که به وجود آوردی تو طول تاریخ به طور تاریخی تو تاریخ یه تاریخ نویسی قبل از یک اتفاق تاریخی میگه ایرانیان بسیار پارسا هستند و راستگو. بعد از یه اتفاق تاریخی میگه که ایرانیان بسیار دروغگو هستند و دو دوزه باز. ببینید به قول یکی از بچه‌ها ما یه پارگی تاریخی داریم، یه لنگمون یه طرفه، یه لنگمون یه طرف دیگه است. بعد از اینکه این اتفاق تاریخی افتاده، این اختلاف سطح برای زن به وجود اومده و عواقب شما داریم می‌بینیم. سال 1403 شما 400 هزار فکر میکنم تقریبی میگم ازدواج داشتی، 194 هزار هم طلاق داشتی. طبق آمار چیزی که بهزیستی میگه اکثر طلاق ها یعنی که حدود 58% توسط خانم درخواست داده شده و 11% توسط آقا و بقیه‌اش هم توافقی بوده. یعنی رسما داره میگه تو به طور تاریخی اینو دستکاری کردی و حالا بکش، یعنی که حالا جوابت هم بگیر. این اختلاف مناقشه درست میکنه. مناقشه ها بد نیستن ولی مناقشه ها نوع دارن. بذارید برگردیم باز به مبانی پایه طراحی، چون خیلی با هم همخونی دارن. ببینید توی طراحی من اینو یاد گرفتم، بزرگترین مأموریت شما میدونید چیه؟ حل مناقشه بین بازار، شلف، حمل و نقل، طراح غالب، دیگه کی داریم هر کی رو بگیم، تکنسین الکترونیک، پروگرامر. شما کارتون اون پوست لعنتی که دارید طراحی میکنید تحت فشار آدم‌های بسیار متفاوتیه. شما تمام مأموریتتون اینه که با این آدم‌ها صحبت کنید، مناقشه رو حل بکنید و این پوسته رو بهش ثبات ببخشید و پایدارش کنید. اگه 5 سال پایدارش کردی یه طراح خوبی، اگه فراتر از 5 سال پایدارش کردی شما یک طراح خارق‌العاده‌ای، و اگر یه جوری پایدارش کردی که دیگه اصلا از بین نمیرفت و همیشه این همه به توافق رسیده بودن، مثل یه محصولی مثل کوکاکولا و اون شیشش، شما یک طراح آیکونیک هستی. خیلی سخته طراح آیکونیک شد. خیلی سخته این مناقشه رو یه جوری حل بکنی که همیشه پایدار بمونه. توی طراحی و حل این مناقشه بین این آدمایی که میخوان همدیگه رو تیکه تیکه بکنن، ما 5 تا روش برای حل مناقشه بیشتر نداریم. اینو بچهای علوم انسانی به ما یاد دادن. اولیش سازشه. سازش میکنی، سازش یه طرفه هم میکنی. این فارسا بهش میگن اکامودیشن میکنی. خب سازش یه طرفه این شکلیه که مثلا کارفرما به شما میگه که مثلا ببین من 100% مالکیت فکری طرح رو برمی‌دارم و صفرشو میدم به تو. میخوای یا نمیخوای؟ میگه خب اوکی من پولشو میگیرم کافیه برام میرم. سازش میکنی، یه طرف از صفر بدی چی نمیشه، 100% مال اونه ولی پولشو میگیری. سازشو میکنی. راه دوم سازش دو طرفه است. خب توی لغتنامه ده خدا بهش گفتن کامپرومایز کردن. کامپرومایز میکنی. چجوریه؟ 50% من میبرم 50% تو میبری، هیچ کدوم هم به 100% نمیرسه. استادت میگه من بهت 20 میدم. کارت کامل بیار. تو کامل نمیبری بهت 15 میده. خب تو نمره کامل نگرفته، اونم کار کامل نگرفته ولی تو پاس شده، اونم دیگه نمیبینته، تا همه چی حله. سازش کردی رفته. بعضی وقتا اجتناب میکنید، avoidance. و اجتناب میکنید. مثلا طراح غالب میگه من به این طراح گفتم شیب منفی و 3.5 بگیر، 3.4 گرفته. محاسبه کردم ریسکش پایینه، ولش کن، 3.4 باشه شیب. کی حال داره بزنه؟ بعد یه جا هم اونجا لیپو گروپ رو اون طراح قالب اون فاق و زبونه رو برای اینکه دو تا قطعات رو هم دیگه جا بشن یکم زیاده روی کرده، یکم رو اپیرنس یه تغییرات ایجاد شده. تو نگاش میکنی تو نور میگه آقا من که کلاس ای سرفیس نمیخوام بزنم، خوبه اوکی، اجتناب میکنه، هیچ کس با هیچ کس درگیر نمیشه. راه بعدی رقابته، یعنی اینکه پولمو نمیدی طرحتو نمیدم، طرحو نمیدی شکایت میکنم، شکایت میکنی میرم سازمان کار. یعنی که خلاصه بزنی میخوری بزنم. یعنی اینجوریه. راه آخرش هم همکاری میکنی. به قول خواجه حافظ شیرازی کلابریشن میکنی، کلابریت میکنی.
ما این مناقشه ها رو تو طراحی صنعتی بین این آدما حل بکنیم، اون پوسته ثابت میشه، اون پوسته ثبات پیدا میکنه و کار خیلی سختیه. خیلی بعضی وقتا اینقدر این تعداد حرفایی که اینا میزنن و تعداد نقایی که داره اینقدر زیاده که نگو نپرس. ما با این اختلاف سطحی که به وجود آوردیم تو خانواده، برگردیم به خانواده. ما تو محصول کدوم مناقشه ایم؟ بچه ما اگه بخواید طراحی اسباب بازی کنید، طراحی بازی کنید، یا نه ببینید طراح چه بلایی داره سرش میاد تو طول عمرش، باید ببینید ما محصول چه مناقشه‌ایم. تجربه ثابت کرده تو خانواده ها طراح آینده محصول سازش یک طرفه، سازش دو طرفه و اجتنابه. یعنی ما تو ژنتیک اینو داریم، حتی تو ژنتیک هم حالت برابر داره، حالت متناسب نداره، ولی تو ژنتیک 50% کروموزوم مال مرده، 50% مال زنه. از لحاظ غیر جنسی ها اگه کل ژنا رو حساب کنیم، اگه مرد باشی یعنی که مرد متولد بشه، یه چیزی حدود 51% مال زن ژن، 49% مال خانم میشه، و اگه زن باشه 50-50 میشه، یعنی که نتیجه یه خانمی باشه یه دختری باشه 50-50 میشه. ما اینو داریم، اینو تو حالت فیزیکی داریم، ولی تو حالت فرهنگی و اجتماعیش و جایگاه زن دستکاری کردیم، دیگه تناسبی وجود نداره، مناقشه نوعش متفاوت میشه و ما باید ببینیم خانواده ها چه جور طراحی رو دارن تولید میکنن. باز تجربه به من میگه، حالا جلوتر بیشتر بهتون مباحث میگم که اثبات میکنه اینو. خانواده ها محصولی رو تولید میکنن، یعنی نتیجه سازش یه طرفه، سازش دو طرفه و اجتناب محصولی است، طراحی است، کودکی است که توهی از معناست، توهی از صفت و توهی از شخصیت. داریم خانواده های استثناء، یعنی در نظر داشته باشین هر کسی ممکنه بگه من استثناء، واقعا باشه، ولی اکثریت اینه. مثال ماشین روندن تو ایرانه، یعنی شما میگی که خب من که ماشین سواریم خوبه، و باشه مال تو خوبه، تو آدم قانون مداری هستی، ولی کلی آدم دیوونه دیگه هست، اونا رو چیکار میکنی؟ این منهای اینه که کلی سوال دیگه ما اینجا میتونیم مطرح کنیم. دستکاری نقش زن تو طول تاریخ چی بوده واقعا؟ ببینید وقتی راجع به دستکاری نقش زن صحبت میکنیم، این دستکاری یک نظریه جنسیتی نیست، به اسم و اوسم و فمینیست نریدا، این یه نظریه اجتماعیه. اجتماع باید اینو بررسی کنه، همچنین نقش مرد رو. هر دوشون نظریه اجتماعی هن. اصلا ربطی به مباحث فمینیستی نداره. نقش زن وقتی دستکاری میشه بلا سرمون میاد، همونطور که نقش مرد دستکاری شده باید رگلاژش کنید. این دستکاری چه تأثیری داره رو مناقشه ها؟ چون من دلیل نیاوردم که مناقشه، گفتم تجربه‌ام میگه. خب و بعد مناقشه چگونه باعث بی‌معنایی میشه؟ ما اینم دلیل نیاوردیم، راجع به اینم باید صحبت بکنیم که چه جوریه. ولی اون چیزی که مشخصه، آن چیزی که تولید میشود، اون چیزی که من براش طراحی اسباب بازی میخوام بکنم، طراحی بازی بکنم، اون چیزی که شاید خود من قراره بشه، با این توهی بودن در معنا، با این توهی بودن در صفت و توهی بودن در شخصیت شکل میگیره و میاد بیرون و اینجاست که ما رو وارد پرده دوم میکنه، یعنی بحث خانه دوم شروع میشه. یعنی که واقعا اون چیزی که توی خانه دوم یا مدرسه است کلبه بسکویتی هانسل گرتله، یعنی که ویچ اون جادوگر داخلش هیچ کس نمیبینه و واقعا باز آمد بوی ماه مدرسه بوی خیلی گندیه. و ما میایم این بچه‌هایی که از توهی شدن، این توهی شدن مهمه، ممکنه معنا باشه، ممکنه صفت باشه، ممکنه شخصیت باشه، متفاوت باشن، ولی توهی شدن است که مهمه. ما اینا رو با قطره چکون هر خانواده تپ 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 میندازیمشون تو مدرسه و فرزند رو به مدرسه میفرستیم. یعنی محصول توهی بودن رو وارد مدرسه میکنیم. بعد خیال میکنید فقط همین یکیه. من تو مدرسه یه تحقیق انجام دادم برای یه اپلیکیشنی، فکر کنم سال 93 بود. فکر کردید تو مدرسه فقط بچه‌ها این شکلی هستن؟ نه. اگر شما تغییر نقش زنت برمیگرده به 1000 سال پیش، اختلاف سطح بیش از 1000 سال پیش اختلاف سطح درست کردی، آدمایی که الان اونجا هم همینطورن. پدر مدرسه دیگه، نمیدونم مدیرش، معلمش، همه محصول همین توهیوار بودن هستن، همه توهی از معنا هن.
خب مدرسه مجموعی از محصولات خانواده است، معلمه هم محصول خانواده است. خب و بدتر هم میشه، تازه اینا هیچ ارتباط پیشینی هم با هم نداره. اینو من دقیق حس کردم که خانواده باز یه ارتباط پیشینی وجود داره، اونجا اصلا هیچ ارتباط پیشینی وجود نداره و تو اینا رو که هیچ شناختی از هم ندارن با توهی بودن وارد اونجا میکنی. و اینو در نظر داشته باشی، اون مناقشه از بین نرفته، مناقشه الان اومده این داخل، مناقشه الان این داخل داره اتفاق میفته، تازه یه گزینه بدتر هم اضافه شده و اون مناقشه خارجیه. یعنی خود معلم کسی که باید درس بده، خود مدیر کسی که باید مدیریت کنه، بابای مدرسه دیگه نمیدونم اون کسی که قراره تو بوفه بشینه، هر بی پدری که هست فرق نمیکنه، همشون درگیر مناقشه‌ان. مناقشه اونا بدتر هم هست، اونا مناقشه خارجی هم دارن، نه تنها مناقشه داخلی با دانش آموز دارن، مناقشه خارجی دارن. و این مناقشه خارجی در لباس ارزیابی و ارزشیابی و گزینش سیستم حاکمیتی خودشون نشون میده. اینو من به چشم دیدم که نشون میده، دیگه خودم دیدم. برگردیم باز به علم طراحی صنعتی، برگردیم به اون چیزهایی که توی بدنه صنعتی محصولات یاد میگیریم، توی پروژه ها یاد میگیریم. ما یه چیزی داریم به اسم ارزیابی، علم طراحی و بخش ارزیابی. روش های ارزیابی مختلف داریم ما توی طراحی. اگه برید نگاه بکنید، یکی روش تصمیم گیری 10 معیاری و چند معیاریه، یعنی که چند تا معیار داری، اینا همه تو تضاد با هم دیگه. بعد این یه روشایی داریم، مثلا زیبایی با هزینه تو تضاده. یه روش داری اینجا شاخص درست میکنی، جلسه میذاری، به شاخصات وزن میدی، ارزش گذاری میکنی، فرمول داری، ماتریکس، مثلا بخش ماتریس انتخاب داری، نمیدونم AHP، آنالیتیک هایرارکی پروسس داری، 100 تا روش داری تا بتونی شما ارزیابی کنی. یه روش داریم تو طراحی، قضاوت قیاسیه یا تطبیقیه. میگه آقا این محصول رو میذارم که یه محصول دیگه قیاسش میکنم، ببینم اینا نسبت به میگه چیه. یه روش دیگه داریم باز تو ارزیابی، مبتنی بر هوش مصنوعی، تازه اومده، دیزاین کریتیکه و روی زبان بصری کار میکنه، اصطلاحا بهش میگن VLM ویژوال لنگویج مدل، و میاد توی یه چند تا شاخص داره، شاخص‌های مشخصش مثلا ناولیتی و تازگیه، یوزفولنس و کاربردپذیریه، یا مثلا کوهرنس و یا همون انسجامه. میاد بر اساس اینا خودش میدونه چیکار کنه، مقایسهشو میکنه، کاراشو میکنه، وزنه میکنه، ارزش میده، همه کار رو انجام میده، میگه بیا این محصولی که میخواید تو طراحی کنی. یه روش کلاسیک هم داریم تو ارزیابی، روش کلاسیک ساختار یافته است، یه جوری ارزیابی شهودی، مدل های انباشتی دیگه، نمیدونم ارزیابی معیاری، بنچمارک کردن. روش ارزیابی ما داریم، همه اینا مدلن، فرمولن. فکر میکنه تو ارزیابی مدرسه مدل و فرمول شما دارید؟ چقدر فکر میکنید مدل و فرمول داشته باشید؟ ارزیابی و گزینش این افرادی که قرار بیان و درس بدن بر اساس ارزیابی بر پایه بقاست و این مشکل درست میکنه. این گزینش هوشمند نیست، بر اساس شایستگی نیست، آینده نگر نیست، عملی کردی هم حتی نیست. اصلا وقتی اینجوری ارزیابی میکنی و ارزیابیت یه ارزیابی بقا باشه، شما اصلا تاباوری سیستم نداری، سیستم پایدار نمیشه، شما زوال تدریجی داری و خروج سرمایه داری. تصور میکنید تو دانشگاه بالا یکم بیایم اینورتر چه جوری اساتید ارزیابی میشن؟ کتاب قرآن رو میذاره روبروش، میگه بخون، خوند میره سر کلاس، نخوند میره خونش. یعنی اینا گفتن ماکیاول اخلاق ماکیاول چقدر پایینه، هدف وسیله رو توجیه میکنه، چه حرف بدی. بدتر شدن خودشون هدف وسیله رو توجیه میکنه، گرچه که هیچ وقت ماکیاول اینو توی کتاب شهریارش نگفته، توی کتابی که نوشته اصلا همچه کتاب ترجمه کردنمون هم مثل دوبلاژمونه، یعنی طرف دوست پسر مادر سوباساست، تو دوبلاژ شده عموش، اینجوری ترجمه میکنیم و این باز هیچ ربطی به دین نداره. انحراف پیدا نکنیم مثل مثال اینترنت، قرآن پا نداره. شما کتاب کوانتوم هم خود خدا میومد جلوی اینا میذاش با تمام دیتیلش، همین گندی رو میزنن که الان دارن میزنن.
اونجا مناقشه باز سازش و اجتنابش. فکر میکنید نتیجه مناقشه و سازش و اجتناب چجوریه؟ خب یعنی که طرف میگه که خب باشه تو قرآن بلدی، من تو چارچوبم این که هر کی اینو بلد باشه احتمال زیاد طرفدار منه، پس بقا پیدا میکنم، تو ببر تو. حالا یاد میدی یا یاد نمیدی اصلا مهم نیست. نمود شاهکارش تو گزینش در کنکوره. نمود شاهکارش تو کنکوره. طرف میگه سوال دست منه، تبلیغات دیدید سوال دست منه، بیا از من بگیر. اون یکی نداره، من دارم، بیا از من بگیر. تکنیکا خارق العاده است. طرف میگه که اگر x، این آموزش میدن، اگر x بالاش 2 بود، y پایینش 3 بود، z تو رادیکال بود، a 2 تا چش داشت، b داشت پس گردنی به c میزد، مسئله رو نخون. خارق العاده است. حضرات میگن مسئله رو نخون و پایین هر گزینه الاغ زیر رادیکال با ریشه 8 بود بزن، جواب درسته. این چجور مسخره بازیه؟ این که دیگه درس خوندن نمیشه. یکی از مهمترین مأموریت‌های مدرسه این که به شما یاد بده سیستم ها، مدل های قدیمی، کشف ها، اختراعات، طراحی قدیمی چه جوری اتفاق افتاده. مدل بور چیه؟ مدل مورد علاقه من توی فیزیک گوستاف کریشهوف چی بوده؟ فیثاغورس چی گفت؟ ارشمیدس چرا لخت اومد بیرون؟ اینا رو شما باید بگی. دیگه ما به عنوان طراح صنعتی از همه بهتر میدونیم که سیستم، مدل، روند، متد و متدولوژی چقدر ارزشمنده. متدولوژی مگوایر برای ساپورت UCD و HCD، متدولوژی UPPS، NPD، MPD، دبل دایموند، تریپل دایموند، تو سر من بخوره. اون ID متد استرینگ که یکی از بچه‌ها به من، متد که نیست، مدل استرینگ که یکی از بچه‌ها به من معرفی کرد. دیگه ما تو طراحی صنعتی از همه بیشتر میدونیم که آقا خیلی مهمه این مدل‌ها رو باید یاد گرفت، چون کارمون عصای دستمونه. وقتی مغز کار نمیکنه مدل‌ها میان به ما کمک میکنن. مسئله رو دوچندان میکنیم با این اوضاع. تهی از معنا رو یه پلاس میزنیم روبروش و با فقر دانسته ها روبرو میکنیم. تو آزمون پرلز که یه آزمون بین‌المللیه سال 2021، رتبه دانش آموزای ما از 1413 بوده. تو آزمون تیمز 2023 پایه 4 از رو میخونم اتفاقا چون اینا رو جمع کردم، از بین 58 شرکت کننده ریاضی 53 بودیم. از بین 58 علوم رتبه 49 بودیم. پایه 8 شرکت کننده ها 44، ریاضی 31 بودیم، علوم رتبه 36 بودیم. در همه گزینه ها افت پیدا کردیم، چون مناقشه اونجا مناقشه یه طرفه و دو طرفه است بین گزینشی‌ها که گزینش تو بلدی 100% قرآن رو بلدی، برو دیگه. اون صفر بود مثلا علمت اصلا مهم نیست، برو درس میدی با همون. در نتیجه در تمام زمینه ها افول پیدا کردیم. این منطقه ایش هم خوب نیست، به منطقه هم فکر کنم 15 16 باشه حتی از لحاظ رتبه بین دانش آموزان. بعد میایم توی پرده سوم، میایم این تهی از معنا رو، فقر در دانسته ها رو چرخش میکنیم توی یه سرنگی، با فشار تمام تزریقش میکنیم توی دانشگاه. چون همونطور که مدرسه کاسبی خوبی داره و تو این چند وقت اخیر مردم بیلیارد اگر پول به آموزش نداده بودن، الان یه بیلیارد دیگه باید بدن به دانشگاه چون کاسبش راه بیفته. مبحث محوری تو دانشگاه شاید اصلا شبیه مدرسه نباشه ولی خیلی ارتباط دارن. مبحث اصلی دیگه شناخت و درک مدل ها و اینا نیست، در واقع ساخت و برساخت مدل ها و سیستم ها. شما سیستم و مدل یه جوری میسازید و ساخت داره اونجا. اما دانشگاه چیزی که داره، دانشگاه با مغلطه های بسیار زیادی روبروه. خب چه انتظاری دارید؟ کسی که فقر دانسته ها رو داره، تهی از معناست، مغلطه هم پیدا میکنه. این رشته طراحی صنعتی، ببین مشکل رشته طراحی صنعتی، اکثر بچه‌ها این میگن مشکل رشته طراحی صنعتی ابهامش نیست،
مشکل رشته طراحی صنعتی ابهامش خیلی خوبه. ابهام متغیرامون کیفیه و ما از ابهام مجبوری به عنوان ابزار استفاده کنیم. برگردیم به مبانی علم طراحی. ما یک نظریه داریم به اسم نظریه مرزهای مبهم، یا یه منطقی داریم به اسم منطق فازی لاجیک، خب که میاد از ابهام، از نقص یا از خطا استفاده بهینه میکنه. یادمون باشه ما باید تهدیدها رو به فرصت و فرصت‌هایی که موجود هستن رو به فرا فرصت تبدیل بکنیم. خب میاد چیکار میکنه؟ میگه که ما از این استفاده مثبت میکنیم. تو این منطقی که حالا حرفش هم اینه، میگه ذات جهان اصلا یه چیز فازیه، روی 0 و 1 نیست، یک طیف قرار میگیره. میگه هیچ چیزی ما نداریم که بگی که مثلا یا بلنده یا کوتاهه. ما درصد میدیم، ما سنجه پذیر میکنیم. تو طراحی ما این کارو میکنیم، متغیرهای کیفی رو خطکش اندازه‌گیری واسه رو نداریم مثل میلیمتر و اینچ و اینا. میایم خطکش براشون درست میکنیم. وقتی بریم متغیر خطکش درست میکنیم، متغیر کیفی، این خطکش ممکنه تو خوزستان کار بده، تو بندرعباس کار نده. ممکنه بندرعباس کار نده، تهران کار بده. خب اینا سنجه پذیری ان. میایم روی طیفی میده 70% مردم بلندن. نمیام بگیم که همه بلندن یا همه کوتاهن. ما میام از این تئوری ابهام استفاده میکنیم، حذفش نمیکنیم، مدیریتش میکنیم. ایراد کجا پیش میاد؟ چیزی که بچه‌ها لمسش نمیتونن بکنن، در استفاده مکرر از ابهام تو طراحی کنارش مغلطه است. یعنی دانشگاه‌های ما، دانشگاه رشته طراحی صنعتیش پلاس مغلطه داره، یعنی که ابهام جمع میشه با مغلطه ها. و مغلطه یعنی چی؟ یعنی که استدلال اشتباه میکنی، استدلالات سسته، کلک منطقی میزنی. این تو جوجمانامون اکثرا هست. همونقدر که شما ها به عنوان دانشجو کلک منطقی به استاد میزنید، ما هم میزنیم، چون ما هم دانشجو بودیم، همه این کارو میکنیم. خب این شیوه، این استدلال اشتباه و سست، کلک منطقی زدن، یعنی که به عمق مسئله که نگاه بکنیم مسئله چیز دیگه ایه. بالا دیدید تو مقالطه های آقای شاه قاسمی که واقعا مسئله چیز دیگه بود. خیلی راحت من شکافتم که نیست، اینی که میگی نیست. حالا مغلطه ها تو دانشگاه به دو شیوه اتفاق میافتن، آگاهانه و ناآگاهانه، و من معتقدم که اکثرش ناآگاهانه است. دلیلم دارم، به خاطر که مغلطه آگاهانه دانسته باید زیاد باشه تا بتونی مغلطه آگاهانه درست کنی. خب تو مدرسه تو دانسته هایی کسب نکردی که بتونی مغلطه آگاهانه درست کنی. اون یکم تمرین میخواد، یکم باید رو مغز فشار وجود داشته باشه که یه ترکی توش بخوره که بتونه این مغلطه آگاهانه رو تنظیم بکنه، یه جور به تو بخورونه که تو قبول بکنی، گولم بخوری. ما که نداریم. بالا رو برید نگاه کنید، تایتل های قبل نگاه کنید، چیزی شکل نگرفته، اکثرا ناآگاهانه ان. ما همون مغلطه تعمیم شتاب زده که بالا بهتون گفتم داریم تو بحثمون. تو صنعت هست دیگه، خیال میکنیم 2 تا تئوری بخونیم میتونیم تو صنعت کار بکنیم، و دانشگاه ما هنوز خیال میکنن تئوری باید بخونید تو صنعت کار بکنید. تغییر هم نمیده. این مغلطه رو نگه داشت. مغلطه وسیله و هدف داریم تو دانشگاهمون. خیال میکنیم اسکیز هدف قضیه است، در حالی که اسکیز هدف نیست. هدف حل مسئله است. حالا بهتون میگم هدف چیه. هدف اسکیز یه ابزار، یه وسیله‌ایه که واسط میشه ما میتونیم اون کار انجام بدیم. هدف ما ساماندهی و سازماندهی سیستم ها در سطوح مختلف انتظار جهت حل یک صورت مسئله مشکل سازه. هدف ما اینه. اسکیس یه وسیله است. یاد بگیری خوبه، یاد بگیری میتونه کمک بکنه، عالیه، ولی هدف چیزی دیگه. هدف خیلی پیچیده تره. استدلال چرخشی داریم. خیال میکنیم خب تولید که به ما گیر نداد، بذارید عملی کار نکنیم، در حالی که تولید دنبال کار عملیه. تو حذفش کردی، خب نمیاد سراغت. این شکلیه که این یک سری از مغالطاتیه که میاد با ابهام طراحی جمع زده میشه و بیچاره میکنه همه رو، همه طراحا رو بیچاره میکنه. ما توی سالهای اخیر یه مبحثی داریم به نام ورود دیرهنگام به بازار کار. کسایی که فارغ التحصیل شدن به طور متوسط حدود 7 سال دیرتر
از افراد بدون مدرک وارد کار شدن. یعنی که آدمایی که کار نداشتن زودتر رفتن کار کردن، اونا 7 سال طول کشید تا برن کار بکنن. یعنی که خیلی عجیبه دیگه. قرار بود بهتر بشه، قرار بود تو کار پیدا کنی، تو که دیرتر داری میری. به طور میانگین 50% از کسایی که فارغ التحصیل میشن اصلا کار ندارن. یعنی که اینا رو بذارید کنار هم، 50% کار دارن، 50% کار ندارن. حالا اون کسایی هم که کار پیدا میکنن 7 سال دیر اومدن تو بازار کار. 7 سال. منهای اینه که ما توی دانشگاه اون رقابت نابرابر داریم، تبعیض داریم، کنترل ایدئولوژیک داریم. من همه اینا رو تازه کنار گذاشتم. باز تولید نابرابری داریم. ما همه تولید به نابرابری میکنیم. اینجوری نیست که تکی باشه که. و با این اوصاف، با این آمار، ما میایم پرده چهارم، بازار زارت و زورت و زر و زار و هر چی ز بذاری پشت سر هم کمش. و اینا رو، این افراد رو که با فشار تزریقشون کردیم، نمیایم حالا غربالگریش کنیم، میگیم ولشون میکنیم، رهاشون میکنیم تو بازار که برو هر کاری دلت میخواد بخون، هر کاری دوست داری بکن، بازار دیگه برو. تمام دهکای شما، از اون دهک بالاییش تا دهک کف که خورده به تعدیق، همه اونا اون توهی بودن رو دارن، از معنا، از صفت، از شخصیت. فقر دانسته ها رو دارن و با خودشون حالا دیگه مغلطه استدلالی هم حمل میکنن. دیگه ببینید چه خرط و خری الان دارید. و میای اینجا تازه یه طبقاتیش هم میکنیم، همه رو مواجه میکنید با یه مبحثی و برگردید به علوم پایه اقتصاد، همشون رو برمیگردید با هم درگیر میکنید سر اقتصاد سیاسی. هر کس دنبال مطلوبیت خودشه، به قول جرمی بنت هم، و برنده بازنده هم تعریف میکنید. تو برنده ای، من بازنده، مطلوبیت من تامین شد، تو باختی. خب آیا فکر میکنید قانون مدار بودن تو بازار کار اتفاق میفته؟ شما میتونید مدیریت منابع و زیرساختی بکنید؟ رشد و شکوفایی خواهید داشت؟ اینا به همین سادگی که نیست. یعنی که یه چیزی رو اون آخر اول دستکاری کردی، الان اینجا داریم 100 تا جواب پس میدیم. برگردیم به مبانی طراحی صنعتی. سیستم. شما سیستم رو تو طراحی صنعتی وقتی خلق می‌کنی، وقتی دارید پلن می‌ریزید، استراتژی‌ها رو بررسی می‌کنید، وقتی دارید نقشه‌ریزی می‌کنید، چه فازهایی برید، چه متدایی استفاده بکنید، اگر توی اون سیستم رفتار نوآور رو، رفتار خلاق رو نهادینه نکنی، چرا فکر می‌کنی تو فاز طراحی کانسپت اصلا قراره وسط کار بده و فکر می‌کنی اونجا ایده پردازی میشه کرد؟ اگه استراتژی رو همون در ابتدای تشکیل سیستم، وقتی سیستم داره بافته میشه تا یه ریختی پیدا بکنه، اگه تو اونجا قطعات مربوط به استراتژی رو راه برد و توی سیستمت کار نذاری، چرا فکر میکنی رفتارت استراتژیک میشه توی مثلا بهمان فاز؟ نمیشه. اینجا هم همینطوره. ما همه کارهای ناگوار رو کردیم، الان اینجا میگیم خب خروجی بده. خب چی خروجی بده؟ هیچی نمیتونه خروجی بده. بس باید نهادینه میکردیم. جامعه اقتصاد بازارمون انگار هیچی توش نیست، با کلی استدلال‌های مغلطه‌وار، فقر و تهی بودن همراهه. ماکس وبر حرف خیلی خوبی میزنه، میگه بهره‌وری تو مدیریت منابع. این که شما آیا چه میزانی داره این بهره‌وری زیاده، خوب استفاده میکنه از منابع، از نهادات، از ساختارها، از زیر ساختار، عقلانیت تو زیاده، کم عقلانیتت هم کمه. پاشو جمع کن برو. یه نگاهی به سخن پرتکرار کارفرماها بندازید، قشنگ مشخص میشه عقلانیت چجوریه. اینو برای من بزن تا رزومه بشه، اینو برای من بذار، پولشو الان پرداخت میکنم، بعدم پرداخت میکنم. تو الان خیلی وقت کار باید بکنی تا شاید یه چیزی از تو در بیاد. چون اون جاهای دیگه، تو کشور دیگه این سوالا پرسیده نمیشه، اونا هم از کارفرما شاکی ان در سطح‌های دیگه، چون اونجا رزومه هاشون با اونجا رزومه و کار همسان نیست. یعنی که کار باید بکنید تا واسه رزومش. یعنی اینجا حتما باید برای کارفرما کار بکنیم، رزومه رو ببینه، بعد بندازه اون بیرون، بعد بگه به به چه رزومه‌ای، برو حالا یه جای دیگه کار کن، پولم هم که در آوردی، بنزینم زیر پام، خدافظ.
عالی شاهکارش تو دیزاین ویک بود. کارفرما رفته بالا میگه که ما روزه میخونه برای من، ما برای طراح آوردیم یه کار جدید ازش خواستیم، طراحی کرد، طراحی رو تموم کرد، قالبش ساخته میشد، وای طراح چقدر بدن، قالب بلد نیستن. قرار نبوده بلد باشن، پس طراح قالب چیکار است؟ بعدم ناله میکنه وای ما یه قالب ساز پیش که نابغه بود، اینو قالبش رو برای ما طراحی کرد. من الان بنز و بی ام و لامبورگینی زیر پامه. بعد آره خب عزیز من بهش میگفتی کار جدید نزنه تا ببینم بنز و بی ام اروپایی به سمند و پراید ایران خودرو تبدیل میشه یا نه، ایران خودرو سایپا تبدیل میشه یا نه. یعنی چی؟ اصلا نمیفهم کار جدید چیه. کار جدیدی که میزنه همه چی جدید میشه، ابزارات جدید میشه، تفکر جدید میشه، آدمات جدید میشن، قالب تو باید جدید بشه. چی فکر کردی؟ خوبش نمیگفتی بزن، همین سوار سمند میشدی، بنز سوار نمیشدی. بری تو فیلم ها نگاه کنی، بابا جورج لوکاس وقتی خواست سگانه های استار وارز رو بزنه، نه آقا استوری بورد رو نشون داد، آقا لنزشو نداریم نمیتونیم بزنیم، اصلا این لنزها ساخته نمیشن. ایستاد تا سگانه های پارت 2 رو بزنه، ایستاد تا لنز ساخته شد و ویژوال افکت اونقدر پیشرفت کرد که تونست بزنه و واسهش ابزار ساختن. فتوشاپ کسایی ساختنش که تو جراسیک پارک کار کردن، برای جراسیک پارک درستش کردن. 3D مکس پیکسار درستش کرد تا بتونه تو استوری رو بزنه. خب معلومه کار جدید میخوای بزنی، خب ابزار جدید میخوای، یعنی چی کار جدید زد قالبم جدید شد وای توف روی طراح؟ خب نمیزدی بهش میگفتی کار جدید نمیخوام. و این شکل از گفتمان ها که فکر میکنم همه دیگه شنیدید که چجوری خیلی از محدود کارفرما هستن که درک میکنن باید چیکار کنن و اونا معمولا خیلی بزرگ هم شدن، یعنی که رشد پیدا کردن و در ارتباط با داخل هم نیستن، اکثرشون در ارتباط با خارجن، همشون طراحا و اینجور چیزا رو از توی روابط خارجی به دست میارن و اگه داخلی هم بخوان استفاده کنن خیلی سختگیری میکنن، به این راحتی ها طراح داخلی رو نمیارن توی مجموعهشون. خلاص این چیزی که داره اتفاق میفته، بازار در واقع توهی، بازار فقر همراه با فقر دانسته، همراه با مغالطه‌های استدلالی بدون بهره‌ور میشه. بهره‌وری صفر. برید نگاه بکنید رشدمون چقدر بوده، بهره‌وری صفر، هیچی توش نیست. من خواستم ببینیم کجاییم اول، که حالا من یه استاپ شیرینگ بکنم برگردم به گروه چون الان متوجه شدید عصبانی بودنه این همه آدم عصبانی برای چیه. من تا اینجا رو گفتم، بعدش باید بریم به راه حل برسیم. درود، ببخشید من نتورک کانکشنم قطع شده نه؟ چقدر قطع شد؟ یه لحظه خدا رو شما بیچاره شدی اصلا من ندیدم. جمع شو الان سینه بزنیم همه با هم، اصلا فایده نداره. خب اوکی، دست شما در نکنم. اوکی خبر خوبی بود. اوکی پس این ما تو این محیط هستیم و خب در واقع طراح خوب، کارفرمای خوب، مدرسه خوب، دانشگاه خوب خیلی کمیاب شده هست، ولی خیلی کمیابن و بعدش باید بریم به راه حل ها بپردازیم. یعنی که نمیشه که همینجوری رو هوا ولش کرد. من فقط اون عصبانی ها رو اون پشت گذاشتم که بدونید که من خیلی عصبانی شاید خیلی عصبانی باشم، ولی خب گفتم باشه بد نیست، ولی بعدش باید به راه حل ببریم. نمیشه یعنی که تمام اینا رو طرح کرد و هیچ راه حلی هم نداد، یعنی فقط نشست روزه خوند و سینه زد و اینا
باید یه راه حلی هم وجود داشته باشه. راه حلمون کامل نیست، نمیتونه کامل باشه، چون اون بخش ما تغییر ساختاری نقش زن توی خانواده به این راحتی طی 1000 و اندی سال این شکل گرفته، به همین راحتی نمیشه کاری باش کرد. خب 1000 و اندی سال دیگه میخواد تا درست بشه. حتی همین الان بشکنم بزنید همه چیز رو جاش بیفته، زمان میبره تا برای جامعه جا بیفته، زمان خیلی زیادی هم خواهد بود. ولی ما میتونیم حدودهایی از یک راه حل رو بدیم تا این اتفاقها، اون تهی شدنه، اون شکل نگرفتن دانسته ها و اون بحث مغلطه یه جورایی شکل نگیره، یه جورایی به وجود نیاد، یا تاثیرش کمتر، اینجوری بگیم تاثیرش کمتر بشه، شاید بهتر باشه، تاثیرش خیلی پایینتر بیاد. اما تو بخش راه حل که دیگه بخش آخرمونه، من نمیدونم چند ساعت فک زدم دستم در نکنه و سوالی نیست. برنامه اینه که من همینجور ادامه بدم چجوریه، اگر مشخص کنی برام که بعدش ببینیم چیکار باید بکنیم. استاد فکر میکنم صداتون قطع شدش او 30 ثانیه. صدای من هست الان؟ او عالی. میگم که چجوری باید پیش بریم، چون من الان میخوام راجع به راه حل‌ها صحبت بکنم. اگر دوستان سوالی دادن تا اینجا میتونن سوال بپرسن، اگر نه که استاد توضیح بدن. نشست. من صدا رو قطع کردم. اوکی، پس من سکوتتون خیلی ترسناکه ولی اگر موافق باشید پس ادامه بدم. اگر خسته اید که میتونیم راه حل‌ها رو برای یک وقت، اگر جلسه خسته کننده است، ولی من سعی کردم با مبانی طراحی صنعتی همراهش بکنم تا برای همه یک چیزی داشته باشه. اگر اوکی هستید میتونیم ادامه بدیم. او نمیدونم فردا سوالی داری شما؟ من استاد باشید دستم خوردش لحظه می‌خواستم ریاکشن بدم. حله. اوکی، پس ادامه بدیم ببینیم که راه حل‌ها چیه، چون با این مصیبتی که من تعریف کردم میگم جز یه گوشه نشستن و گریه کردن چیز نمونه. ببینید اولین کاری که باید بکنیم، من عاشق این بچهای علوم اجتماعی هم. بهشون میگیم بچهای علوم اجتماعی راه حل ندارن، و میگه کجا بچهای علوم اجتماعی راه حل ندارن؟ بچهای علوم اجتماعی راه حل ندارن. خب راه حل چیه؟ الان مثلا این وضع اینجوریه، مردم که خیابونن، راه حل چیه؟ باید ساختار درست کنیم. خب چه جوری؟ یعنی چه؟ خب منم بلدم که باید ساختار درست کنیم، باید ارتباط با فلان رو زیاد بکنیم. خب چه شکلی وقتی نشده تا حالا، چه جوری قدماش چیه؟ برای همین من هنوزم معتقدم که بچه‌ها علوم انسانی جواب و راه حل ندارن، به خاطر اینکه نمیدونن راه حل چیه. بیایم اول مشخص بکنیم، حداقل ما طراحا از جای زیادی تئوریامون رو با آریه میگیریم، میتونیم از اونها کمک بگیریم مشخص کنیم اصلا راه حل چی هست. بعد از اینکه راه حل بفهمیم چیه، اون وقت یه ساختاری واسش، یه مدلی واسش داشتیم، اون وقت میتونیم راجع به اینکه این مدل رو چجوری گستردش کنیم صحبت بکنیم. خب ببینید ساختار، اولین چیزی که ساختار میخواد مواد اولیه است. خب شما ساده میگم، خیلی ساده، شما سرت درد میکنه، خب پیشنهادت چیه؟ چای بخورم. راه حل درست کردن چای چیست؟ وقتی میخوای چای درست کنی باید برگ چای داشته باشی، باید آب داشته باشی، کتری داشته باشی، گاز داشته باشی، قوری داشته باشی، لیوان داشته باشی. اگه بخوایم بالا شکر و کلی مخلفات دیگه شو هست کنیم، ساده ببینیم. متریال میخوای، آیا این متریال رو داریم یا نداریم؟ ما متریال داریم، کافی نیست ولی داریم، میتونی یه جورایی بالانسش بکنی. بعد راه حل‌ها به غیر از مواد اولیه دستورالعمل دارن. این شما چای باز رو همون چایی بریم جلو، برگ چای رو یه جا باید بریزی تو آب، نمیریزی، صبر میکنی برگ چای رو میندازی توی قوری، بعد آب جوش رو
یه شکلی دیگه میشه، یعنی که شاید یه چای دیگه بشه، شاید تو بدمزه بشه. وقتی این اولویت بندی ها، این دستورالعمل و اولویت بندی هاشو دستکاری میکنی خراب میشه. این دستورالعمل مرتب و منظم باید باشه، اینکه اول این بعد این، اگه جابجا کنم بلا باید سرم بیاد. پس اول مواد اولیه داری، دوم دستورالعملی داری که اولویت داره، مرتبه و منظمه. راه حل دامنه با خودشون دارن، یه عده رو درگیر میکنن. شما از سازمان برای درست کردن چای از سازمان آب درگیر میکنید تا چای ساز تو گیلان، تا اون تاجری که گیلانی رو داره نفله میکنه اونور چای میاره، همه رو داری درگیر میکنی. یه دامنه ای درست میشه و وقتی دامنه درست میشه دیگه اون وقت قانون و قاعده هم میاد. یه سری قانون داری، یه سری قواعد داری، با قواعد تعیین کنی. راه حلا پایان پذیر هم از تمام میشن. راه حلی که همینجوری کش پیدا کنه، اگه من زیر چای رو همینجوری کم بکنم هیچ وقت به جوش نیاد که اون برگا باز بشن و اون چای دم بکشه، خب هیچ وقت به چایی هم نمیرسن. پس راه حلا بازن. یعنی شما هر کاری که میکنی یه مسئله دیگه وسط درست میکنه. برای اون مسئله باید یا راه حل جدید بدی اصولا، یا باید قاعده بازی تعریف کنی. مثل ساختار راه حله، ما بر اساس این ساختاره میریم جلو. یکی از مهمترین متریال های کف دست شما برای این که بیایم اینو بزنیمش بعد تو دستورالعملمون، بعد قانون واسش قانون و قاعده تعیین بکنیم، پایان پذیرش کنیم، مسئله سازش کنیم، یکی از چیزایی که تو دستتون زمانه، خوشبختانه. خب و این زمان رو باید اولین کاری که میکنیم، چون اسمش روشه دستورالعمل، یه چیزی، یه فعالیتی که بتونم خودم عملیاتیش کنم. نباید فعالیتی رو راجبش صحبت کنیم مثل بچه‌های علوم انسانی. خب آره مثلا چیز میکنیم، ساختار نهادی درست کنیم. خب این دست ما نیست، باید چجوری درست کنم؟ دست من که نیست. وقتی دستت نیست یعنی که دیگه دستورالعمل نیست، تو باید بتونی عملیاتی کنی. ما زمان رو میتونیم عملیاتی کنیم، ما زمان رو تو دستمون داریم برای خودمون. بخشش پرته، میدونم بخشش پرته، بخشش میره تو دانشگاه، میره تو مدرسه، میره جای دیگه، ولی یه بخش عمده ایش هم هست که پرت نیست، یعنی که هست ولی خالیه، ویده. من توی کارهای خودم، چون من با همین چیزایی که گفتم روبرو بودم و همین الان هستم و نتونستم کامل حل بکنم، ولی بخشی رو تونستم پاسخ بدم. من اصلا سیستم تقویمی خودمون رو کنار گذاشتم. من اصلا سالام 364 روزه، اصلا هم برام مهم نیست ماها 12 تاست، ماه من 13 تاست. به من چه، یه آدم دیوونه ای که خرافاتی بوده 13 رو قبول نداشته اومد 12 تاش کرده. خب حالا مثال میزنم، شاید اینجوری نبوده. خب ولی ماهای من 13 تاست، من 28 روز دارم. 7 تا هفتم 7 توشون نیست، 7 هفتم 4 توشه، یعنی تو هر هفته 4 روز بیشتر ندارم. از این 4 روز 3 روزش کار میکنم، یه روزش استراحت میکنم. 8 ساعت از این یه روز 8 ساعت رو به فان میگذرونم، سرگرمیمه. 8 ساعتشو میخوابم و 8 ساعتشو کار میکنم. از این 8 ساعتی که کار میکنم 4 ساعتم کار عملیاتیه، 4 ساعتم کار تئوریه. ببینید این دست منه، اصلا برام مهم نیست. خب و بعد یه جاهایی ببینید تا میای یه دستورالعملی این شکلی درست میکنی به مشکل میخوری، یعنی صورت مسئله ایجاد میشه. مثلا میگی که من 3 روز کار میکنم یه روز استراحت، میشه 4 روز. خب هفته هم 4 روز است و اینا، اوکی، همه چی اوکی. این یه روزم افتاد تو دانشگاه، چیکار کنم؟ ببینید راه حل اینجوریه، باید قاعده تعریف کنی. این یه روزم افتاد تو، من خودم این کارو میکنم. یه روزم وقتی تو دانشگاه میافتاد سر کلاسم میرفتم، همه کارامو میکردم، ولی بهینه کار میکردم، انرژی 100% نمیذاشتم. خب اگه روز کاری افتاده بود تو دانشگاه انرژی 100% رو میذاشتم، برای نمره تیکه پاره هم میکردم، باقی رو اصلا برام مهم نبود. خب ولی وقتی روز استراحتم بود بهینه بود، روز استراحت بعدش هم میرفتم ول میتابیدم، و یه استراحت نگه می‌داشتم با اینکه دانشگاه توش بود. ببینید دارم بهتون نشون میدم چه جوری میتونید این راه حل رو طراحی کنید. نیاز نیست مثل من طراحیش کنید، شما راه حل خودتون میتونید طراحی کنید، ولی این زمانه، این متریال اولیه گرانبهایی که دستتون هست، این زمان و این دستورالعمل، ببینید چه جوری داره قاعده تعریف. من قاعده بازی دارم تعریف میکنم.
خب مطمئنا تو این قاعده بازی وقتی روز تعطیلت به دانشگاه میخوره با استادت، با دانشگاه، با ریاستت، با تمام چیزاش درگیری. بس دامنه هم داره. نه تنها صورت مسئله تعریف خروجی گرفتیم، نه تنها قاعده الان تعریف کردیم، دامنه هم مشخص شد. اون دامنه ها مثلا دانشگاه و استاد قانونا خودشون داره. من تنها کاری که میکنم قانوناش زیر پا نمیذارم، بهینه کار میکنم. بهینه کار میکنم. این شکلی پس ما میتونیم راه حل درست کنیم. این یه مثالی بود که بفهمید وقتی یه دستورالعمل میدی چه جوری خونه های دیگه راه حل پر میشه و مدل هاش مدل راه حل چه جوری با هم کانکته. خب من از تکنیک مدیریت زمان پومودور استفاده میکنم. خیلی خوبه. خیلی خوبه. تو همه چی مطالعه که هیچی، رو همه چی من دارمش. این بخشی از دستورالعمل منه. این دستورالعمل قاعده داره، یعنی که زمان بندی پومودور میاد 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت، 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت، 25 دقیقه کار 5 دقیقه استراحت، بعد 4 تا 25 دقیقه یه استراحت کاتاکولوف. خب این یه قاعده است. اینو میتونم بذارم اینجا و علاوه بر خود استفاده از این یک دستورالعمل هم هست. میتونه خیلی کمکم کنه. مسئله ما شاید شما مسئله تمرکز داشته باشه کما که پیش میاد. پس این باز مسئله داره پر میشه. وقتی یک کلمه یه دستورالعمل اضافه کنید، یه خونه ها دوباره شروع میکنن به پر شدن. خب این چیزیه، این طوریه که من با متریال زمان دارم کار میکنم. من بخشی از زمانمو گفتم کار عملی میکنم، ولی ببینید توی دستورالعمل من ببینید مثلا کار عملی میخوای اسکیس بزنی، ببینید اسکیس زدن من که یکی از مراحل کار عملیمه که باید تقویتش کنم چجوریه. من نمیشینم اسپنسر نیوجنت رو بذارم اونجا طرح‌ها و کاراشو بردارم بعد بیام اینجا بشینم همونی که اون زد خودم هم بزنم. اصلا اینجوری کار نکنم. خیلی خیلی این اتفاق بدیه. باید ریشه دارتر باشه. من اسپنسر نیوجنت رو میذارم، طرحشو میذارم کنارم، کارشو میزنم و بر اساس دستخطش، بر اساس دستخطی که توی اون شیتش هست و اون محصولی که داره کار میکنه، 5 تا 6 تا محصول کار کرده توی شیت گذاشته، محصول 7م رو میزنم، 8م رو میزنم، 9م و 10م و 11م رو میزنم که اصلا وجود ندارم، ولی دستخط اسپنسر نیوجنت رو سعی میکنم توی ماهیچه‌ها محفوظ نگه دارم و اون منطقش و اون قاعده هاش و قاعده اسکیسش رو همه رو نگه دارم. یعنی باز دقت کنید که راه حل هی داره بزرگتر میشه. اگر اینجوری بری جلو تئوریت هم باید اینجوری باشه. یعنی که وقتی شروع میکنی یک کتابی رو 25 دقیقه 5 دقیقه 25 دقیقه 5 دقیقه میخونی، دیگه نباید بشینی زیرش خط بکشی، بلکه اون چیزایی که خوندی رو یه فکری راجبش بکنی و مطلبی بنویسی. این یه دونه از مراحل کار من توی استفاده توی تسکامه. ببینید زمان رو بررسی کردیم، اومدیم توی تسکا، یه بخش دیگه از دستورالعمل که توی دست ماست و من توی تسک ها هرگز اون چیزی که میخونم رو کافی نمیدونم، بلکه یه قدم بعدش رو انجام میدم. شاید اصلا خود طرح انجام نداده باشه و کاملا کارم جدید میشه. اتفاقا چون قاعده اون تو دست من ذخیره شده، چون اون مباحث کتاب تو مغز من افتاده، وقتی میام ادامهش انجام میدم، یک اون استیبل میشه، تثبیت میشه، دو اون چیزی که دارم مینویسم هیچ جا نیست، میتونم ارائهش بدم به عنوان یه چیز خیلی 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 ساختار یافته و درست حسابی ارائهش میدم و نقدش میکنم تا بهترم بشه. حالا که اینجوری شد بهترش هم میکنم. پس ببین مواد اولیه، دستورالعمل، گسترش دستورالعمل باعث ایجاد دامنه، قانون، قاعده، پایان پذیری، مثلا همه اینا رو دارم به هم دیگه توی یک منطق فازی، توی یک منطق مبهم به هم دیگه میچسبونم و هر توی این راه حل رو مثل یک فرمول ریاضیاتی در نظر بگیرید که 5 6 تا مجهول داره. یکی دو تا رو که تعیین کنیم میتونیم با خورد کردن اون صورت مسئله ریاضیاتی باقیه رو به دست بیاریم. دقیقاً اینجا هم همین طوریه. من توی زمان بندیم الان به این نتیجه رسیدم. زمان بندی من 2 2 2 2 یعنی 8 ساعت کار میکنم، 4 ساعت تئوریم، 2 ساعتش یه تسکه، 2 ساعتش یه تسک دیگه است، به خاطر که بتونم تنوع بالا ببرم و همیشه منتظرم برنامه‌ام خراب بشه. جزئی از قضیه است. من یه قاعده دارم، ببینید تا دستورالعمل اضافه کنه قاعده درست میشه. من وقتی خراب میکنم زمان بندیمو، خراب کاری میکنم تو زمان بندیم،
3 روزی که توش خرابکاری اتفاق افتاده میکنم میندازم کنار، از 3 روز بعدی شروع میکنم و سعی میکنم تو 3 روز بعدی بهترین حالت رو برگزار کنم. این شکل از ساختار زمانبندی، تسک، اینکه چیکار میکنم با تئوریم، با عملیم، با تایمم، با خرابی ها و با اتفاقهایی که برام افتاده، این شکل مدل سازی به سرعت اگه کوچکترین دیتایی توش بیاد، کوچکترین توتریالی توش بیاد، شما خیلی راحت میتونید اون بخش دانسته هایی که حذف شدن تو مدرسه رو ساپورت بکنه، میتونه مغلطه ها رو حل بکنه و کاملا هم دست منه. اون جاهایش که دست من نیست و دامنه های دیگه دخالت میکنم، باسش قاعده بازی طراحی میکنم. ببینید این من کلا اگه دقت کنید راه حل من اینه، ولی پیشنهادم چیه؟ بچه‌ها راه خودتون رو بسازید. راهی که الان وجود داره اولا کندنش، اینه که این راه رو بکنیم راه خودمون رو بسازیم، هزینه برداره. بارها هم تو طول تاریخ کندیم انداختیم، دور نتیجه نداد. راه خودت، اون راه هست، راه خودتو بساز. این پیشنهاد منه و این تو راه حلم داره دیده میشه. زمانو کندم، از همه چی گذاشتم کنار، قاعده بازی تعریف کردم، هر جا که زمانم یکی داره میشه اوکی یکی بشه، قاعده دارم واسش که مثلا چیکار باید بکنم که بتونم برگردم به اون برنامه خودم. پس راه خودمون رو میسازیم، خیلی هزینه‌اش کمتره و علاوه بر این توی راهی که میدونیم مغلطه استدلالی هست، توی راهی که میدونیم ندانستن وجود داره، توی راهی میدونیم که توهی بودن هست، قرار نمیگیریم. و علاوه بر این ببینید کندن یه سری عواقب هم داره ها. شما حاکمیت سیاسی رو میخوای بکنی بندازی دور، خانواده هم میخوای بکنی بندازی دور، چجوری میخوای این کارو بکنی؟ فقط منابع چی میشه؟ این منابع اولیه تو راه حل همش به باد هوا میره. راه خودتون رو بسازید، تقویت کنید خودتون رو. این چیزیه که من تا حالا بهم جواب داده و من تخصصهای گوناگونی رو دست دادم و شما باید این کار رو بکنید، چون ایده توی تنوع در تخصص به وجود میاد. فقط روی تخصص خودتون باشه هیچ ایده تولید نمی‌کنید به همین راحتی. خب تخصص رو دارید ولی باید یه برنامه بریزید که تخصصهای دیگه‌ای هم که مربوط به در واقع کارتون هست رو در بر بگیره. پس این راه خود رو ساختن خیلی مهمه و این یه بخش زمانش رو من فقط به شما گفتم با تسکاشو. سوال اینه که اگه قراره توی راه نباشیم، خانواده مگه بخشی از این راه نیست؟ چجوری اونو حل و فصل کنید؟ ببینید شما به جای که بکنید بندازید دور، نیاز یکم فاصله بگیرید تا بتونید ایرادها رو برطرف کنید و بعد برگردید بهش. اتفاقا اونم راضیه که تو ایرادها رو رفع کنی و بعد برگردی بهش، از تو هم یاد میگیره اگه این اتفاق بیفته. این فاصله رو مثلا من برای خودم تو دوران دانشگاه که دانشجو بودم این شکلی بود که شما سر کلاس هستی ولی دانشگاه چند روز بازه، دمارشو در بیارید، از تک تک آجراشو بزنید توی چای داغ، بسکویت بخورید، نذارید یه روز نفس بکشید، هر روز برید اونجا. تو کلاس نداری که نداری، یه جای خالی عالی بدون چارچوب، بدون مغلطه، بدون توهی بوده، همه چی اونجا هست. خب خودت اون بخشا رو استفاده میتونی بکنی. ما هم این کارو کردیم. اون تایمی که اونجا داشتیم رو فانت هم نگه داره، نمیگم بندازید، اون تایمی که اونجا داشتیم و کامل از تمام تجهیزاتش استفاده کردیم. پدر دانشگاه رو ما در آوردیم. تو کارگاهاش ممنوع بود. من یادم دانشگاه آزاد آقای بیگی مدیر کارگاه بود، گفت حالم به هم میخوره دیگه میبینم. من 2 بار کارگاه رو آتیش زدم، یه بار موتور جت درست کردم با قوطی چه حماقتی، با قوطی کنسرو، با احمقانه ترین حالت ممکن یه در واقع یه پروتوتایپ درست کردم. اصلا به این فکر نکردم که آقا موتور جت داغ که میشه یه چیزی روش، یه استیلی، یه فولادی اونجا هست که تو 100 سال سیاه همونو نداری، میترکونی اونجا رو. ترکوندم کارگاه رو، کارگاه پشتش آتیش گرفت. اون آتیش مال من بود. خب مصرفش کنید وگرنه مصرفتون میکنه. وقتی داری میری باقی تایم هاشو ول میکنی، باقی تایم ها که میتونی ازش استفاده کنی، با کارمندا وارد چید، با کارمندا خارج چید.
و چه خوب نتورک هم بزنی، یعنی بری صحبت بکنی خارج از جاده دانشگاه، صحبت بکنی با اساتیدت، با اون قسمت اداری، یا یه بخش سوشال برای ما طراحی کنیم، ما می‌خوایم جمع بشیم فقط کار بکنیم، هیچ کاری دیگه نمی‌کنیم، اصلا نه ماهیت سیاسی داره نه ماهیت اجتماعی داره، فقط می‌خوایم دور هم جمع شیم کار بکنیم، همین. تمام اینا هم ازش میگیریم، تو فقط بذار من کار بکنم، تو فقط بذار من دانستهامو تکمیل کنم، تو فقط بذار من تویی بودن رو اوکی. اینا رو اوکی بکن، چاره ای نداره بیاد سمتت، یعنی چاره ای نداره. حتی بعضی وقتا خرابکاری هم میکنه. ما خیلی وقتا پیش اومده تو دانشگاه دانشجوها یه چیز خیلی خفنی درست کردن، چون خیلی خفن میشده، چون خارج از ساختار بوده خیلی خفن شده، یه دفعه تمام اساتید و اینا و سیستم‌های دانشگاهی ریختن روش، بده به من، این مال منه، دیگه مال تو نیست. در حالی که مهمتر که این کاره نیست، مهمتر اون مغزیه که اینو درست کرده، بدی بهش بره، اصلا مهم نیست. شما اون مغزه رو داری، مغزی که تونست بسازه. پس این شکلی نگاش کنید. ببین وقتی میای این من دانشگاه این دستورالعمل استفاده از دانشگاه نتورکینگش زمانش اینا رو میذارم، ببین او حالا این تایمر رو بذارم تو دانشگاه، او 8 ساعت تو دانشگاه، فاصله از خونه، فاصله از کلاس، محیط اجتماعی جدا، نتورکینگی که جواب داده و من تونستم اون کار رو ببندم و اون جا رو بگیرم. هیچ قاعده‌ای ندارم، هیچ قانون ندارم، کلی زمان خالی توتریال تزریق میکنم، کاری که مورد علاقه منه، گیتو تیکه پاره میکنم، پول میگیرم از دانشگاه اودمی کورس میخرم، خب کورسای پایه هم میخرم، چیزایی که میدونم تو مدرسه هم یاد نگرفتم و میخرم، همه رو لیست کردم. او دستورالعمل جدید لیست کنیم چیا یاد نگرفتیم، ریاضی، هندسه، چیزایی که مهمن. الان همه بچهای معماری کجدار و مریض با گراس هاپر کار میکنن، ولی بچه تدریس جرئت نمیکنن گراس هاپر رو باز کنن. من خودم که بازش کردم اولین بار که آوردم گفتم نه غلط کردم، برو پایین، کلش کردم زیر آب. الان باید این دیوونه ها باش کار کنم، چون الان جنراتیو دیزاین، پروسیجرال دیزاین و پارامتریک دیزاین داره میره به مرحله بعد میرسه، داره به اتوماسیون دیزاین میرسه و میریم طرف ای آی. خب دیوانه‌ای بذاری کنار فقط به خاطر یه ریاضی، اونم ریاضی که خیلی ساده است، متغیرهای ریاضی پیچیدن، فرمولهای ریاضی، فرمول نربس تو راینو پیچیده تره یا متغیرهای کیفی تو جامعه، اون که خیلی راحت تره. چرا پس ما اینقدر افتضاحیم توش؟ اینو میام تبدیل به توتریال میکنم و میفرستم تو ساختار راه حلم، برم ببینم حالا چه قاعده ای درست میکنه. اوکی زمانم که قاعدهشو درست کردم، جامم که الان درست کردم، فاصله گرفتم، همه چی داره کار میکنه. دانشگاهم که مجبوره حتی اگه جام بهم نداد مجبوره تو این ساعت منو تحمل کنه، این کارتم بخور رو پیشونی حراست، میخوام برم تو کتابخونه‌ام مال خودمه، هم فانم رو اونجا انجام میدم، هم کارم رو میکنم، ساعت هم استفاده میکنم، کلاس هم که ندارم، روزیه که اصلا کلاس ندارم. بس اینکه بچه های ارشد یک کار خیلی بد میکنم، همین 2 روز رو میای، نه همه رو باید بیای، اون داره میخوره تا بخورش، دهنش صاف کن، بزنش قشنگ مصرفش کن، تفالش کن. اصلا این شکلی باید سنباده بزنیدم دیگه تا قضیه از آب در بیاد. پس این شکل از راه حل دادن خیلی میتونه کمک بکنه، این شکل این راه حل دادنه، نه اونی که میگه که خب حالا حاکمیت، خب اینا کف خیابونن، ما راهکارمون اینه که نهادها و حزب‌ها برگردن، باش قصد نباشه، بمون تا برگرده، همینجور بمون تا برگرده. تو باید دستورالعمل بدی، باید قدم به قدم ببینیم چیکار میتونه کنی، ببینیم چه متریالی داری، اصلا اون کاره رو، اون تسکی که تو دستورالعملت رو خودت میتونی انجام بدی یا نه، یا یه گروهی میخوای، یا حاکمیت هم باشه. این شکلی اگه راه حل بدی خیلی چیزا نمیشه، چیزای نهادی رو حل کرد. شما نقش زن رو همین الان بهتون راحت میگم، همین الان بشکن بزن قول چراغ جادو، نقش زن رو حل بکنه، همین الان حل بکنه، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، همه چی رو حل بکنه، نمیتونی تا حداقل یه قرن آینده درستش بکنی، نمیشه، طول میکشه، نمیشه تو هزار و اندی سال بسازیش، خیال کنی که چشتو ببندی باز کنی درست میشه، درست نمیشه. خیلی چیزای دیگه رو میشه درست کرد.
خیلی چیزای دیگه رو میشه درست کرد. بخش نفهمیدنه رو میشه درست کرد. بخش مغلطه رو میشه با فهمیدن پرش کرد. البته خیلی هم غیر اخلاقی این کارو میکنن ها. میرن پرش میکنن و بعد مغلطه های آگاهانه میزنن. خیلی تعدادشون کمه ولی مغلطه های آگاهانه استفاده میکنن. ما داریم تو دانشگاه آزاد یه نفر رو داریم که اصلا کارش طراحی نیست، کارش اینه که مغلطه ها رو خیلی خوب میشناسه و به خوبی استفاده میکنه که بدونه کدوم پایان نامه رو توی مثلا ارشد بالا ببره، کدوم یه جوری بکوبه که دیگه پانش. داریم، یعنی که نگیم که نداریم، فقط من نمیتونم اسم ببرم. پس این شکلی این راه حل این شکلیه. ایمان جواهری نخند چون میدونی. نخند. این مطالبی بود که من دادا گفتم که آماده کنم. سعی کردم کوتاه باشه، سعی کردم همراه با طراحی باشه، سعی کردم آموزه داشته باشه. مثلا خیلی خوب بود مثلا اون بخشی که راه حل چیه، سیستم چیه، مناقشات تو طراحی صنعتی، اینا خیلی میتونن تو اجرای پروژه ها بهتون کمک بکنن. تو صحبت و گفتمان میتونن سعی کردم به اون سمت ببرمش که نرم تر بشه و بشه باهاش ارتباط برقرار کرد. خب اوکی، من به پایان رسیدم. اگر سوالی هست چیزی هست، من سعی کردم کوتاه باشه چون نمیخواستم اصلا بلند باشه. بس میکنم دیگه خیلی خسته کنم. همین الانش فکر کنم 1 ساعت و نیم اینجایی. یوسفی لطف کردید که واسه افتخار بود، یعنی اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از مطالبتون استفاده کردیم. دوستان اگر سوالی چیزی هست میتونید الان بپرسید. شما لطف داری، متشکر و من در خدمتتون هستم. استاد خسته نباشید. خیلی من خودم به شخصه یعنی کلی از سوالایی که توی ذهنم بود برطرف شدش، یعنی سوالی برام ایجاد نشد. واقعا ممنون ازتون که انقدر جامع و خوب بودش. خسته نباشید. لطف داری شما. تشکر از شما. ممنون. شمیم هانیه، ببخشید اگه دیگه داد و فریاد و قال و خیلی درد و دلی جلو رفتم. بلا زیاد سرمون اومد. امیدوارم این بلا سر شما نیاد و بتونید دادا توی یک محیط پایدارتری که خودتون میسازید فعالیت داشته باشید. ممنون از شما هم خسته نباشید. ممنون. لیست کورس هایی که میتونه برامون مفید باشه بذارید. لیستو بذار آقای اشتباه نکنم آقای محجوب اگه درسته، علی محجوب. ببین لیست کورس ها یکی یکی برو جلو. من پیشنهادم اینه از هندسه شروع کن. خب و ما توی پی سی دانلود یه کورس مربوط به ریاضیات هست که همه رو گذاشته، ریاضیات پایه، جبر، دیگه نمیدونم حسابان، همه توش هست. از اون شروع کنید چون ریاضیات حالا آخرش هم هست. بذارید اینو بگم، ریاضیات یه کار خیلی خوبی میکنه. ریاضیات ساده ترین و بی خطرترین مدل برای حل مسئله است. تمرین باش میکنی به جای اینکه ببینید کسی که لبه دیواره داره به این فکر میکنه که عشقم ولم کرد، اون دیگه بی خطر نیست. اون مدل بی خطر حل مسئله اتفاق نیفتاده، پهن زمین شده، تموم شده رفته. خب ولی ریاضیات اینو نداره. تمرین میکنی مغزت، یعنی اصلا به عنوان ریاضیدان شدن نگاش نکن، مغزت یاد میگیره بی خطر صورت مسئله حل بکنه. اگه میخوای از کورسی شروع بکنی آقای محجوب، برو سراغ ریاضی، نه با هدف این که من بخونم ریاضیدان اصلا نه، با هدف این که ترکای مغزت زیاد بشه. ویالون رو وقتی زیاد ازش استفاده کنی، وقتی بازش کنی روش یه ترکای شبیه ریشه هست. خب این به خاطر اینکه وقتی صدا توش اکو پیدا میکرده کراول کرده، خزیده توش، و هرچی این خزندگی توی ویالون بیشتر باشه ویالونتون بچه گرونتر میشه. همین رو راجع به مغز و ریاضی، ویالون ریاضی است، مغزم مغز در واقع اون ویالون است. با ریاضی داری ترکاشو زیاد میکنی و هر چی زیادتر کنی خب خیلی بهتره. خب فرداد باز استاد ببخشید میخواستم من ضبط شده این جلسه رو قرار میدیم چون بعضی از دوستان پیام دادن که نمیتونستن وارد بشن. گفتم که ضبط میشه این جلسه یا خیر؟ اینو با انجمن اگه جلسه بله ضبط میشه و در کانال یوتیوب انجمن بارگذاری میکنه. خب دیگه چه عالی، بسیار عالی. ببخشید من
پاورپوینت رو به عکس های خشمگین تبدیل کردم. همیشه عکس داشتم تو پاورپوینت میذاشتم قشنگ انگار که داشتم به سخنرانی هیتلر انجام میدادم. گفتم ولش کن. خب بگو فرداد. هیچ اوکی. من بخونم. ممنون از نکات. سایت گیت کورس‌های رایگان بازنویسی. بله عالی. سایت گیت بچه‌ها خارق العاده است. گیت، پی سی دانلودلی، همه اینا خارق العاده و گیت یکم بروزتر هم هست، این در نظر داشته باشید. و کورس‌های ریاضی و کورس‌های پایه رو هم داره. یه نکته رو بگم قبل از که بریم، من شیمی هم مجبور شدم کار بکنم، رفتم تو کار سرامیک، دیدم وای عجب لعاب خوشگلی، ما طراحا میتونیم خیلی از اینا خوشگل طراحی کنیم. نشستم اسکیس دادم، دیدم شیمی بلد نیستم که درستش کنم. دیدم که نه و همین راحتی ها نیست. شما باید ببینید متریالا چی ان، کنش واکنش ها چی ان، فلاکس چیه، چه اتفاقی میفته. دیدم ای بابا همچین خوشگله فقط کافی نیست، باید کلی اطلاعات پایه هم داشته باشی تو طراحی حد ظروف ساده سرامیکی. پس هر چی رو دروس پایه باشید بهتره. این رو هم گفتم بگم که بمونه. راه ارتباطی با خودم تلگرام توماس جوزفی هست، هر وقت خواستید تماس بگیرید. شما هم خسته نباشید. امیدوارم که مطالب مفید واقع شده باشه. در خدمتتون هستم. مرسی آقای یوسفی، لطفی کردید واقعا. فکر می‌کنم بعضی دوستان دیگه سوالی نداشته باشن، میتونیم اگر موافق باشید جلسه رو به اتمام برسونیم. بله به خدای بزرگ میسپارمتون. بدرود، ان شاءالله همیشه موفق باشید. همگی هم خسته نباشید. تشکر از اینکه وقت گذاشتید. خدا نگهدار.